سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟ متشکرم. خورشید خانم. جانم. خورشید خانم شما چرا شبا نیستی؟ والا این اصول طبیعته که خورشید خانم شبا نیستش. چرا روزا چرا میاد؟ شبا ما همیشه منتظرتونیم، ما غافلگیر میشیم، ماه میاد. جدا؟ باور کن اصلا ناراحت میشم اینجوری میشه. شب به ماه قانع باشید پس. شما چقدر خانم اصلا روشنفکری صحبت میکنه. من الان تحت تاثیر قرار گرفتم. من میتونم بپرسم شما؟ من راستش من بچه که بودم مامانم گذاشته بود روی سبد ولم کرده بود تو آب. نمیدونم فکر کنم شما حضرت موسی. آفرین. آره خودشه. حالا یه مقدار گیر شدم ولی خب هنوز یه مقدار پیش من یعنی دلم جوونه. باور کنیم واسه اون موقع من دنبال موبایل و اینا بودم، موقع نبود. میدونید که ما با فرعون دیگه رفتیم کافی شاپ و اینا. الان دیگه به اصطلاح موبایل و اینا اومده اینا چقدر خوبه. مثلا من کلی توپ کشید مخاصیه رو بزنم. یکی اینا به اصطلاح چیز این هارونه. الو الو خورشید الو اینا قوم بنی اسرائیل اینا با حضرت موسی نتونست اینا رو آدم کنه. در جریانش که هستیم هر کاری کردیم اینا آدم نمیشن. آره خب شما حالا بگذاریم از این مسائل. شبا حالا میتونی بیای؟ شما من دارم میپرسم از شما. خب من گفتم موسی دیگه. موسی مگه آدم نیست؟ خود معرفی نکنی من قطع میکنم. حوصله این مسخره بازی ندارم. به هر حال میدونم شما سرت شلوغه، این موضوعات مهمی تو زندگی هستش. حالا شما به نظر چیات تو زندگی خیلی مهمه از نظر شما؟ به نظر من اینکه آدم واقعا با یه آدم صحبت کنه. خب شما نشانه های یه آدم خوب واسه من میگید؟ چی؟ نشانه های یه آدم خوب رو میگید. شاید من تو وجودم باشه اینا گم شده باشه تو کش و بغلی شاید اینا باشه هنوز. برو بگم پیدا کن. خب یکیشو شما بگید. نه من اندازه این نیستم که بخوام بگم. شما اندازتون چقدره؟ چند کیلویی؟ هر چقدر کرد. یا موسی قدتون چقدره مثلا؟ میدونید من خودم خیلی آدم بزرگیم. همه بهم میگن تو چقدر بزرگی، قدت چقدر بلنده و اینا. شما چقدری هستی؟ هر کسی که شماره منو به شما بدم تو بخوشه. خب باشه دیگه برو دیگه شب شده دیگه باید بریم. کاری نداری؟ نه خیر. خداحافظ.